در لیگ برتر فوتبال ایران و 4 هفته مانده به پایان این رقابت‌ها، استقلال با پیروزی 2-0 بر سایپا به صدر جدول برگشت. می‌بینید که تیمش رو علیرغم اینکه بازیکن جوان زیاد داره به حال جوری ساخته که حالا اینجا در مقابل استقلال هم شرطش خطرناکه و گل هم می‌خوره. گل اول استقلال را در این مسابقه آرش برهانی در دقیقه 55 به ثمر رساند. استقلالی‌ها 20 دقیقه بعد گل دوم را زدند. آبی‌پوشان تهران با این پیروزی 50 امتیازی شدند و به صدر جدول مسابقات رسیدند. استقلالی‌ها 10 روز بعد در بندر انزلی با ملوان بازی خواهند کرد. فرستاده میشه یه موقعیت و توی دروازه گل برای تیم پرسپولیس. پیش از مسابقه استقلال، پرسپولیس یکی دیگر از مدعیان قهرمانی در شیراز با فجر سپاسی مساوی کرد. سرخپوشان ابتدا در دقیقه 49 با گل جلال حسینی از میزبان پیش افتادند، اما 16 دقیقه بعد گل مساوی را خوردند. با این نتیجه پرسپولیس 45 امتیازی شد و با 5 امتیاز کمتر از تیم‌های صدرنشین در رده پنجم قرار گرفت. پرسپولیس 12 روز دیگر در تهران با سوای قم بازی می‌کند. در همین رقابت‌ها فولاد و نفت تهران از مدعیان دیگر قهرمانی حریفانشان را شکست دادند تا رقابت در بالای جدول نزدیکتر شود. فولاد با گل دیر هنگام ملوان را 1-0 شکست داد تا با استقلال در صدر هم امتیاز شود. این تیم با تفاضل گل پایین‌تر در رده دوم است. نفت تهران هم یک پیروزی غیرقابل انتظار را به دست آورد و مهمانش تراکتورسازی را با حساب 3-0 شکست داد. نفت با این پیروزی 47 امتیازی شد، 3 امتیاز کمتر از صدر جدول. محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی ایران و استقلال تهران در بیرمنگام همراه ماست. آقای تقوی، دفعه قبلی که با هم صحبت کردیم حرف از این بود که رقابت‌ها در صدر جدول خیلی به هم دیگه داره نزدیک میشه. امروز هم استقلال، فولاد و نفت تهران هر سه تا برنده شدن و این موضوع تشدید شد. به نظر میاد که دیگه خیلی الان رقابت‌ها در صدر جدول داغ شده. دقیقاً همینطوری که شما میگید. امروز البته باید بگذاریم که امروز استقلال یه نتیجه خیلی خوبی گرفت. به نظر من این بردی که استقلال امروز به دست آورد صرف نظر از این 3 امتیاز بازی دلگرم کننده بود برای بیشتر تماشاگران استقلال. استقلال روزهای هفته‌های قبل یه مشکل بزرگی تو تیمش بود، اون عدم تعادل بود. توازن تو تیم استقلال وجود نداشت، یا نوسان زیادی داشت. ما امروز دیدیم بازیکنایی که به تیم اضافه شدن مثل هاشم بگزاده، مثل محمد قاضی که اومد تو پست خودش و هاشم و آرش برهانی باشه استقلال یه بازی خوبی برگزار کنه. البته امروز من صرف نظر از بازی خوب برهانی که به نظر گل خیلی خوبی زد، نوع بازی قاضی بود. قاضی تو تیم ذوبان جایی بازی میکرد که تو سیستم مثلا 4-2-3-1 میومد توی خط هافک. امروز هم اون سیستم اونجا بازی کرد و خیلی مثمر ثمر بود. به نظر از امیر قنونی خوب موقعی تونست از بازیکناش بازی خوبی بگیره برای این مرحله از لیگ. ولی پرسپولیس در شیراز موفقیتی به دست نیاورد. خیلی تلاش کرد، خیلی بازیکنان دویدن، ولی به نظر میاد که شانس خودش رو برای قهرمانی از دست داده. چقدر واقعا میشه گفت که به نوعی امیدوار بود؟ دقیقاً من توی پیش‌بازی که نوشته بودم تو وبسایت گفته بودم که پرسپولیس بازی سختی رو پیش رو داره. تیم فک تیم جوونیه که جووناش میان جلو تیم‌های بزرگ مثل استقلال و پرسپولیس خودشون نشون بدن و از طرف دیگه این تیم در حال سقوطه. اما یه مشکلی که پرسپولیس این روزا داره، ما می‌بینیم که 3 روز از تمریناتش تعطیل شده. ما زمانی که فوتبال بازی می‌کردیم مثالی بود، همیشه میگفتیم اگر یه بازیکن یه روز تمرینش رو از دست بده، از بازیکن‌های همسطح خودش 3 روز عقب میفته. تیم پرسپولیس 3 روز تمرین نکرد. من نمی‌دونم چه مشکلی تو این تیمه. به نظر من علی دایی اینقدر اون قدرت رو داره که بازیکن‌هاش رو برگردونه و تمرین بده. به نظر من اختلافاتی که توی بحث مدیریت تیم پرسپولیس به وجود اومده به این تیم لطمه می‌زنه. این تیم واقعا موقعیت خوبی داشت که بیاد تو کورس قهرمانی. الان با این شرایطی که تیم نفت پیدا کرده، فولاد و سپاهان، حتی گرفتن سهمیه آسیایی برای پرسپولیس خیلی سخت. من خیلی متاسف شدم که پرسپولیس داره شرایطش از دست میده، اون شرایط خوبی که هفته‌های قبل داشت. سپاسگزارم از محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی ایران و استقلال تهران در بیرمنگام. خواهش می‌کنم. در لیگ